با سلام خدمت دوستای عزیزم. امروز میخوایم با هم بالوکتف بوقلمون و سبزی پلو درست کنیم. برای این کار من اول اومدم بالوکتف بوقلمون رو با یه دونه پیاز، نمک، فلفل، زردچوبه و دارچین و 2 قاشق رو به گوجه فرنگی و آب گذاشتم 1.5 ساعت خوب پخته. حالا نوبت پلومونه. کف قابلممون رو چرب میکنیم و روش سیب زمینی های ورقه شدمون رو میچینیم. بعد روش یکم دارچین میپاشیم و حالا نوبت برنجمون رو که از قبل آبکش کردیم. نصف برنجمون رو با سبزی پلویی مخلوط میکنیم و توی قابلمه میریزیم. حالا روش من میخواستم از لوبیا سبز سرخ شده استفاده کنم. شما میتونید از باقالی یا کلم سرخ شده هم استفاده کنید. بعد نصف برنجمون رو که ریختیم روش بالوکتف بوقلمون رو میچینیم و یکم پودر سیر میپاشیم و حالا نوبت بقیه برنجمون هم با سبزی و لوبیا مخلوط میکنیم و همینطور تا لایه آخر ادامه میدیم. بعد که کامل برنجمون رو آماده کردیم روش رو برگ گل محمدی و دارچین میپاشیم و اجازه میدیم 40 دقیقه خوب دم بکشه. بعد از اینکه برنجمون دم کشید برنج رو توی ظرف مورد نظرمون میکشیم و بالوکتف بوقلمون رو هم روش میچینیم. این پلو خیلی پلوی خوشمزه ای، امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید و خوشتون بیاد.